مرور کوتاه 5 صدرنشین 5 لیگ برتر اروپایی. مندل هستم از چنل دو کارته. پاریس سن ژرمنی که تازه امسال یه سری از بازی‌ها خیلی بد بازی کرد، باخت، مساوی‌های عجیب غریب و ونسون کمپانی تیمی ساخته ترسناک، پر اباحت، تو دفاع عالی، تو حمله عالی و سرعت مثلث هجومی وحشتناکی داره. ژابی آلونسو امتیازایی که سال پیش کارلو آنجلوتی جلوی تیم‌های ضعیفو از دست میداد و به دست میاره و این نکته مهمیه. برای قهرمانی باید بیشتر مسابقات رو برد، نه اینکه 4-5 تا تیم تاپ یه لیگو برد. تیمی که برای قهرمانی میخواد بجنگه باید تمرکزش روی جزئیات باشه، چون همین جزئیاته که یه کلیات رو تشکیل میده که آخر فصل به قهرمانی میرسه.